سلامت باشه. عزیز دلم، هر کی با ما خوبه، درست گفتن، هر کی با ما خوبه سلامت باشه. اون یارو که داره میره این موشک رو میخواد بندازه ایشالا بخوره زمین، یارو موشک بتره که تو کلهش سلامت باشه. بخوره اصلا بخوره تو کلهش. اون یارو قورتش بده. اون یارو فلسطینیه که رو میره از این ماشینا ور میداره، یارو کاتوشا رو میذاره پشتش میخواد بره بندازه واسه این بچه‌ها که تو اشکالون دارن بازی میکنن. اونو بعد ان بیفته اون سلامت نباید باشه. نمیشه همه سلامت باشن، اون نباید سلامت باشه. وای خدا به اینا قلب نداده. هر کی با ما خوب باشه سلامت باشه، و هر کی با ما در بیفته انشالله ور بیفته. قلب ندارن اینا منیر جون، اینا انسان نیستن. خدای همه یکیه. چطور یکی این همه قلبش رئوف و مهربونه، یکی اصلا قلب نداره؟ ندارن، نه خون تو رگشون نیست، خون معرفت نیست. ما همچنین همراه با شما همدردی میکنیم با دوستان ما از جنوب، و بازم دارم من تقاضا میکنم دوستانی که از جنوب کشور هستن خواهشاً زنگ بزنید. ما میخوایم صدای شما رو در رادیو منعکس کنیم برای ایرانی که نشسته تو تهران اصلا داره اخبار جمهوری اسلامی گوش میکنه که اصلا نمیدونه چه خبره اینجا، یا میخوایم منعکس کنیم واسه اون ایرانی که مثلا تو اروپا، تو فرانسه یا تو جای دیگه نشسته و اخبارهای دیگر رو میشنوه اصلا نمیفهمه که چی میگذره در جنوب کشور، یا اون ایرانی که مثلا در مصر نشسته و خیال میکنه اصلا ما فلسطین اینجوری بدبختا بیچاره‌ها نشستن هیچ کار نمیکنن. آخه امشب فقط شب و روز دعا و نماز میخونن، یه دفعه اسرائیل تصمیم میگیره بره هواپیما بفرسته اونجا رو بمبارون کنه. اونا بفهمن که چی جریان چیه. به همون خاطر زنگ بزنید دوستان جنوب کشور، ما به صدای شما نیاز داریم که به شهادت بدید، صدای خودتون رو بیارید و بگید چی میگذره الان این روزها، و حتی قبل از اینکه اصلا این جنگ شروع، این الان این مثلا ارتش اسرائیل جهان بگو این چند سال دارید میکشید. اوکی خانم منیر، بله آن چیز که پیک عاشقان است، رقص چمن از نوای اوست، خندیدن گل زبوسه اوست، روز گردد و شب گردد ولی قدم نزند. آن چیز اصلا منیر خانم فهمید تو چی میگی؟ پروانه است. اگه نمیفهمید به این قشنگی جواب میداد، میگفت پروانه. تو چه میدونی این پروانه است یا نه؟ خب من نمیدونم، حالا کامپیوتر اون میگه، ولی به این قشنگی جواب داد. ولی مثلا نمیگفت یه چیز دیگه میگفت مثلا ماهی دوران ماهی دوران حمید سلطان نرفتی. نه شهناز جون نه باطل شد خمه برم بگلال متصف بگلال باطل کردم خمه یاوو. میتونم بیام تو کاباره شما؟ نه خیر عزیز، برادر جای برادر نمیکشم قربونت برم. نه اگه من میام 3 تا 4 تا میارم. اله پیش مگت بشم. حالا اینو جواب بده ببینیم چی میگه. برادر جای برادر نمیکشم. خلاصه از اون مثاله قدیمی بود، مثاله بالی بود. خلاصه ما باید یه برنامه بزنیم فقط رو ضرب المثل بنا باشه. انشالله شاید هفته دیگه این کارو کنیم. یعنی اصلا این برنامه همش کار دست من نده، رو ضرب المثلای قدیمی ایرانی باشه که هر اصلا مردم زنگ بزنن، هر کی ضرب المثل مثل این ضرب المثل که الان گفتید، مردم بیان ضرب المثل قدیمی رو که مثلا یادشونه بگن، و هر کی بیشتر ضرب المثل جدید بگه که کس دیگه نگفتن مثلا امتیاز بگیره، بهش جایزه بده. همه خود میرن رو اینترنت، رو صفحه ضرب المثل‌های قدیمی ایران، قشنگه همین که بشنویم صداهاشونه که این ضرب المثل رو میگن. مثلا اصلا شما بدونید چقدر فرهنگ ایرانی از این ضرب المثل‌های زیاد داره استفاده می‌کردن در قدیما. بله اوکی بریم ببینیم منیر جون چی گفته. پروانه است یا نه؟ ها؟ پروانه. ببینیم جواب محمد ببینیم پروانه است یا نه؟ کامپیوتر ما جواب بده. ما وقتی خطر میذاریم اون اسپانسر حال میکنه. ولی خیلی ممنون که زنگ زدید و ما همیشه دوست داریم. شبت شکر چه نخت. آمین 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 آمین. لکولم لکولم شما. اسرائیل. خیلی وقت انگه نشنیده بودیم. اون مال منه.
تقدیم میکنیم به تمام سربازان اسرائیل که دوستارشون هستید، هر جا هستید زنده باشید و پایدار، سربازان و ارتش قوی اسرائیل. مال منه. این ما زبان مسئله که شما زدید الان گفتید برادر جا برادر نمیکشه، من یاد یه چیز دیگه انداخت. یه دفعه یارو لوره ببخشید دور از جون شما باباش میمیره، بهش میگن مراسم نمیگیره، میگه نه من جاش میرم مشهد. خیلی جالبه جای چیزی که کار دیگه بابا تلفن من دوستان، من دارم این دوستان من وسط برنامه هم چه تلفن من زنگ میزنم به تلفن من، از من زنگ بزنید به تلفن استودیو 03 533 75 67. اوکی شنونده بعدی سلام. الو بفرمایید. درود بر شما. شلوم لخا. שלום וברכה. אתה דובר גם פרסית במקרה או... אני גם דובר פרסית קצת. אז בוא דבר, מה אתה מעדיף לדבר? אנחנו מעדיפים לדבר איתך פרסית, מה אתה אומר? מה אני אומר? فارسی حرف بزن قربونت برم. פרסי حرف بزنم? آره بابا زبان شیرین فارسی به این ما قشنگی. زبان مادری یه حال دیگه ای داره. شما راست میگی. بگو قربونت برم. از کجا هستی دوست عزیز؟ خودتون رو معرفی کنید. از این چیزی که گفتید این تخم روزگردونه. اول عزیزم یه خودتون رو معرفی کن، اسم شریفت از کجا؟ میتونی اسم مستعارم بگی اگه میخوای اسم خودتو بگی. اسم من نیسیمه. آقای نیسیم از کجا هستی؟ بچمش. آقای نیسیم از بچمش. بله. ما ایرانی هنوز در بچمش داریم؟ خیلی ایرانیه تو بچمش. آجدی؟ همه رادیو ران گوش میدن؟ بله. امیدواریم. همه رادیو ران گوش میدن؟ من هر روز میشینم این شعرها و آوازای ایرانی میشنم میفهمم. چقدر خوشحالیم. آفرین میشنوید. هفته پیش عروسی داشتم به چمش تو پینت تماس. زنده باشید ان شاءالله همیشه گوش کنید. ما دوستدار ایرانیان هستیم، هر کجا که هستن. به چمش شهر بسیار بسیار زیبایی ولی نزدیک این موشکا نیست اگه هنوز نه یه ذره دیگه مونده. ان شاءالله. نه رانی نه بعد از گاز بگیر ان شاءالله هیچ وقت نیاد. نه نمیرسه ان شاءالله. ان شاءالله نمیرسن. ان شاءالله کمر همه اینا تو از نوار میشکنه. وسط راه ان شاءالله همش میفته رو خودش. ان شاءالله ارتش استر اونجا رو خاک با خاک یکسان میکنه ان شاءالله. ان شاءالله. به حق چیز؟ به حق موسی. خلاصه گربه چجوری حرف میزنه؟ خلاصه انشالله خوشحالیم که شما با ما هستید. پس شما خیلی جواب ما رو بدیم. ما اون چیز آقای کی؟ اسحاق؟ آقای نیسان. آقای نیسیم انشالله که همیشه نیسیم و نفلاات برای ما داشته باشید. آن چیز که پیک عاشقان است. نیسیم و نفلاات هستیم. آفرین زنده باش. آن چیز که پیک جانم آره ما خودش کیسلر حق داره راست میگه ایشون پس حتما تولد تو خودش کیسلر بوده نه؟ رفت بالا. اتفاقا خودش ما وارد ماه کیسلو شدیم که ماه خوبیه برای یهودیان، ماه موفقیه برای یهودیان. در این ماه واسه این همه رو سرمون موشک و بمب ماه پیروزی مکابیون بر علیه امپراتوری روم. بله. پس همچین موفقیتی و انشالله سربازان اسرائیل در نوار غزه داشته باشن جشن میگیرن، اصلا یه پاکسازی اونجا بکنن انشالله به خود ماه کیسلو و جشن خانوکا که معجزه تمام یهودیاست که 2 هفته دیگه اگه اشتباه نکنم هست جشن خانوکاست. اوکی معمامون آن چیز که پیک عاشقان است، رقص چمن از نوای اوست، خندیدن گل ز بوسه اوست، روز گردد و شب گردد ولی قدم نزند. شما میگید چیه؟ تخم روزگردون. تخم آفتابگردون.
بله. قشنگ جوابشون ها. روز طوری دیگه است، شب جوری دیگه میشه. آها. هیچ قدمی هم نمیزنه. قدم نمیزنه؟ قدم نمیزنه. خندیدن گل زبوسه او. چون گل دیگه. بعد آن چیز که پیک عاشقان رقص چمن. پیک عاشقان چه جوریه؟ رقص چمن از نوای اوست. پیک عاشقان همون تخمشه دیگه. یه کلمه نست کنید کامپیوتر چی میگه؟ ای بابا غلطه؟ برو بله اصلا ولی خیلی قشنگو. نسیم جون دوست داریم، خیلی واقعا دوست داریم و ما رو شرفیاب کردید. نه شما شرفیاب شدید اومدید اینجا ما رو میخواستم حریم سلطانی حرف بزنم. ما شرفیاب شدیم که شما با ما تماس گرفتید. کجا شرفیاب شدی؟ تو جایی نرفتی تو سر جا. ایشون شرفیاب شدن. ما رو از شرفیابی شما سپاس گذاریم. بله ما رو خرسند کردید. ما خرسند شدیم که شما شرفیاب شدید. یعنی از شرفیابی شما ما خرسند شدیم. بس حالت و شدی سمت. نه اول ما رفتم زیر میز. نه اول خانم معلم پای زیر میز بود. ما باز منتظر شرفیابی شما هستیم و انشالله همیشه هر جا که هستید موفق و سلامت باشید. مرسی که زنگ زدید. متشکرم. شبات شلوم. بای. شنونده مرتب رو خط رادیو هستن. سلام به شنونده بعدی. درود بر شما. الو سلام. سلام بر شما دوست عزیز. الو بفرمایید. میخواستم جواب معما رو بدم. اسم چیه گلم؟ عزیزم اوریل. آقای اوریل عزیز. اوریل. خب به اوریل جون از کجا زنگ میزنی؟ یروشلایم. از یروشلایم شهر مقدس یروشلایم ساکته خوبه هوا حالیه. چقدر حال داد یروشلایم. کیف دوست داریم ما یروشلایم. آره عزیزم صدای ما رو میشنوی؟ آره میشنوه بابا اوریل. آره اوریل مشتری دائمی ماست. بله اوریل جان بفرمایید. انشالله که سلامت باشید در یروشلایم که هستید و معما رو بگو دیگه. اون چیه که پیک عاشقان رقص چمن از نوای اوست، خندیدن گل زبوسه اوست، روز گردد و شب گردد ولی قدم نزند. فکر میکنم زنبور کجاش؟ بوسه وقتی نیش میزنه ما آدم خندیدن گل زبوسه اوست. زنبور میره تو گل. خیلی جوابش قشنگه. خیلی جواب قشنگه. یه بوسه سمدار میزنه. آفرین. روز گردد و شب گردد قدمم نمیزنه پرواز میکنه. خیلی جواب باحاله. میخوای 2 تا بلیط بزن اینجا بیاد برداره بده. نه ولی پیک عاشقان نفهمیدم زنبور چجوری پیک عاشقان میکنه. نمیدونم. والا منم نمیدونم. پیک عاشقان زنبور. ببینیم کامپیوترمون چی میگه. اوریل غلطه اوریل. ممنون. زنده باشی گلم. زنده باشی عزیزم. خیلی ممنون که زنگ زدی. میدونی وقتش صحبت این مال شرفیاب و پاسخ خرسند اینا رو یاد چیز دیگه افتادم. میگه دفعه همین روله میخواد زبان انگلیسی آموزش بده. میگه تو زبان انگلیسی مردا همیشه هیز یادت باشه چون پسرا خیلی هیزن. همیشه حرف مرد هیز استفاده میکنن. هیز واسه افراد مذکر. خلاص اینجوری انگلیسی یاد میده. آره میگه برای که هیز انگلیسی برای افراد مذکر همیشه تو انگلیسی هیز به کار میره. میگه همیشه پسرا هیزن دیگه و مردا هیزن دیگه. بعدم یاد نمیگیره. بله اینجوری یاد میده دیگه. الو سلام. بفرمایید. درود بر شما. من می‌خواستم برم جانم شما؟ چی عزیزم؟ ببخشید ما پراتب خط داریم. من بخاطر مقدار خط وصل میشه. دوباره بگید. سیروس شما آقای سیروس هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ لندن. با آقای سیروس از لندن. بچه‌ها خوشحال میشم. دوست منی سیروس جان؟ جانم. دوست منی تو فیسبوک؟
نه عزیزم نیستم. من همه دوست شما هستم خانم تهرانی. خیلی بد شد که شما دوست من نیستی که بچه دوستی ندادی قربونت. هر کس افتخار نداره. عزیزم من حقیقت سرچ نکردم فیسبوکتون رو نمیدونم. به خاطر همون شوخی کردم گلم. فیسبوک اصلا جا نداره. خیلی خوشحال شدم که روی خط ما اومدید در شوخی بازار شرکت کردین. نازنین خواهش میکنم خانم تهرانی. من خواستم خدمتتون عرض کنم ما دیروز بودیم صحبت کردیم برای بمباران اسرائیل. از کجا صحبت کردی؟ تو کجا صحبت کردی؟ تو چه رسانه گروهی؟ نه خانم زنگ زدن از لندن. انگلیس زنگ زدن. بله. گفتن شرارت ما دیروز رفتیم جلوی سفارت اسرائیل برای ساپورت از زاینیست فدریشن. نزدیک 200 نفر بودیم. آفرین. طرفدارای فلسطینیا 2000 نفر بودن. ولی خب خلاص رفتیم برای ساپورت. آفرین. رفتید سفارت کجا؟ جلو سفارت روبروی سفارت اسرائیل در لندن های کینزینگتون. آفرین کلاکا بود. خیلی کار درستی میکنید. حتی که شما اگه 200 نفرم باشی اونا خب هر نفرشون 8 تا بچه میاره. بخوای نخوای میتونن جمع کنن. یکی بستنی هم بدن بهشون اونا میان. حالا اونا بهشون میگن بستنی هم مجانی میدن جلو سفارت. یکی ساندویچ هم میدن و الله همشون میریزن. همون 200 نفرش ساندیساشون هم بود. آره ساندیساشون بود. خلاصه شما همون 200 نفر شما 20000 نفر اونا میارزه. اینو ببین واقعا 20000 نفر اونا میارزه. همشون رو بزن رو هم دیگه یه دونه آدم حسابی توشون در نمیاد. بذارید من از طرف ایرانیان اسرائیل، از طرف یهودیان اسرائیل، از طرف اسرائیلیا از شما تشکر کنم و دستتون رو بفشارم. آفرین بر شما و هر روز برید و بازم بیشتر تشویق کنید که مردم واقعا چون دوستداران اسرائیل زیاد هستن ولی همشون خاموشن. چون خب دوستان نمیان برن تو داد و بیداد کنن یا مثل خانم شهرام میگه برن مغازه ها رو بسوزونن، برن چه میدونم ماشین آتیش بزنن و اینا. آدمای ساکتی هستن، آدمای آرومی هستن، با شخصیت هستن. به همون خاطر ولی بازم هرچه بیشتر جمع شید دورم و برید و این صدای اسرائیل رو بیارید به اونجا که واقعا چون افراد جنوب اسرائیل زجر میکشن. 4 ساله دارن موشک روشون میندازن. بابا اینا خیلی پرروان، هم میزنن هم میکشن هم میرن اونجا جمع میشن میگن حق با ماست. میگن تازه حق با ماست. ولی بازم دست شما ما میفشاریم سیروس جان. و چقدر من میتونم جواب معماتون رو بدم؟ البته عزیزم شما جواب معما که هیچی. ما تمام برنامه رو تقدیم شما میکنیم. باد نیست، نسیم باد صبا، همچی بادی یه همچی چیز. جانم نسیم باد صبا. ببینیم قربونت برم شما رفتی تو بزمی، یعنی الان استاد بنانم باید بخونه. الکی نیست. آن چیز که پیک عاشقان است، رقص چمن از نوای اوست، خندیدن گل ز بوسه اوست، روز گردد و شب گردد ولی قدم نزند. ببینیم من فکر کنم نسیم باد صبا همچین چیزایی. نسیم باد صبا. ببینیم چی میگه کامپیوتر. ای بابا باری کلا خوب گفت، درست گفت، صحیح است بابا. دمت گرم خیلی آره عزیز از لندن برنده. بله بابا سیروس شد. به آفرین. همون نسیم باد اون چیز. جایزه منو تقدیم کنیم به خانم تهرانی. چشم. جایزه چی بود؟ بس ببینم. به دست من بخواد گردش دست جمعی در شمال اسرائیل. نه من این وقت در نهریا هتل. اجازه بدین که این جایزه رو بدیم به خانم منیر عزیزمون. نه حالا شما از کیسه نرفتن خمه نمیشه برادر جا برادر کشت. خب خمه یو خیلی کنسل شده. جان دلم. من همشهری دارم. همشهری داری؟ سوال میکنی؟ حالا شما رو خط واسه آره سوال میکنم. من از شمال هستم، بچه رشتی از شمال هست. والا اینجا نمیدونم اون بچه های شمال هر کی اینجا اهل شماله بیاد رو خط. ما الکیشون البته هر کی اول اومد جایزه منو بدین به ایشون و اگه شهر مال شهر رشت باشن، اگه نشد بدین به خانم منیر دیگه. و آره خانم منیر الان به تو قول بدجنسی نکنه. الان به قول میدم
نزدیک 200 تا شیرازی و اصفهانی اسمشون رو رشتی ثبت میکنن. من شیرازی نیستم، من اهل شمال هستم. من شمالیه فهمیدم، ولی میگم از همین الان شیرازی و اصفهانی خودشون رو شیرازی ببینم همون شیراز یا همون شمال که رشت که میگه بوشو بوشو تو رو نخواب سیایی تو رو نخواب بلایی تو رو نخواب. من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که اولا یادش بخیر. من میخوام یه آهنگ واقعا همینطور یه آهنگ شیرازی بابلی باحال تقدیم کنم به شما، یه آهنگ مازندرانی اصلا. اوکی تقدیم به شما سیراز جون، شما و تمام دوستانی که همراهی میکنید اسرائیل و اونجا پشت ما هستید، در خارج از اسرائیل پشت ما هستید. همیشه شنونده ما باشید، همیشه سیروس عزیز، همیشه شنونده ما باشین، خوشحالمون میکنید. هر لحظه ورودتون به رادیو ران برای ما یه دنیا ارزش داره. زنده باشید. مرسی از شما. Thank you. Welcome. My pleasure. Bye bye. بکوری چشم خماس خسبولا اگه میشه اون نصرالله یه سکته قلبی بکنه بمیره خیلی خوب میشه. نصرالله کیه؟ میگه بزرگترین تروریست دنیا از حزب الله. خب به جهنم که ببخشید من قلبم اینجوری با آدمایی که آدم میکشن مخالف. آفرین. اون چند آدم کشته؟ من زنده باشی. از اول بگید از اول. تقدیم به سیروس عزیز از لندن. سیروس جان زنده باشی الهی. رانی جون بعد برای شراره عزیزمونم یک دونه آهنگ آنچنانی بگذاریم که روی خط ما اومدن عشق دادن. بریم توی حالت مازندرانی. یارو تو یوتیوب سنور گذاشته رو کلش میرقصه.
بله والا دوستان رو میدونید بازم تکرار میکنه که برنامه امروز میخوایم اختصاص بدیم به دوستانمون از جنوب کشور. میخوایم بیشتر صحبت کنیم و احساس همدردی کنیم. شنوندگان دعوت میکنیم زنگ بزنن، احساس همدردی کنن به دوستانمون در جنوب کشور و همچنین دوستانی که در جنوب کشور هستن با ما تماس بگیرن. من فعلا معمای قبل از اینکه شنونده بعدی رو بیارم رو خط، من معمای بعدی رو میگم که دوستان میتونن از همین الان زنگ بزنن و جواب بدن که ببینیم چه میتونیم بهشون جایزه بدیم و جوایز خوبمون رو اهدا کنیم و شادشون کنیم. دوستان عزیز که بتونن جواب معمای ما رو بدن. آن چیز که خود ریسد و خود بافد، جامعه پوست در پوست گردد یکدیگر. چی بود؟ آره گرد یکدیگر. گرد یعنی گره بخوره در آره. هم. گرد یکدیگر. آفرین یک دیگر. آن چیز که خود ریسد و خود بافد، خود ریسد و خود بافد، جامعه پوست بافد، جامعه پوست در پوست گرد یکدیگر. گرد یعنی گره بخوره در هم. گرد یکدیگر. آن چیز که خود ریسد و خود بافد، جامعه پوست در پوست گرد یکدیگر. این به معمای بعدی مونه که دوستان میتونن تماس بگیرن و جواب معما رو بدن. ما معما ماشاءالله زیاد داریم دیگه. آقای رحیمی همش هم ماشاءالله 1 متریه. نه آقای رحیمی دیگه رفتن تو پنسیا، یعنی بازنشسته شدن. ما معمامون رو از منبع دیگری داریم میاریم بعد. سپاس از ایشون. یه منبع خصوصی، یه منبع خوب که سریه، نمیتونم بگیم کیه چیه. اوکی شما سری هم دارید. یه منبع خیلی خوشگل، خیلی ناز، خیلی خیلی ناز. اوکی سرت رفته رانی امرانی اعدام باید گردد. یافا جون شنونده بعدی رو خط سر داریم. الو سلام عرض میکنم. سلام رانی جان، شهناز خانم. سلام نازنین. من رویا هستم با رویای عزیز و بهنام. بله از برشهوه درسته؟ بله رویا جون کجایی؟ خیلی وقتی ندیدیم صدات نشدیدیم گلم. من شما بودیدم از توی رادیو و اینکه توی آشپزخونه غذا می‌پزیم ولی شما همیشه رادیو روشنه، من صدای شما رو میشنوم. فدای شما خانم. خیلی عالی. اولا ما جویای حال شما هستیم همیشه. تعریف کنید در برشهوه این چند روز به شما چگونه گذشته؟ والا چه عرض کنم، خیلی سخت بود. هر 1 ساعتی 2 تا از اشعه پشت سر هم 2 تا آژیر میزدن، تا 5 تا آژیر میزدن. هر ساعتی آژیر میزدن. هر دفعه 4 تا 5 تا راکت پرت میکردن. همه اینا بالای سر خونه ما میشه. این یه سری از راکت ها منهدم کردن درسته؟ اگه اشتباه نکنم. کیپت برزل، نمیدونم چی میگن به فارسی. کیپت برزل میگن. یه موشکای دفاعی اسرائیل داره که بعضی از این موشکا رو میندازه ولی نه همشون رو میتونه بندازه. نه همشون. روز اول روز چهارشنبه ساعت 8 شب 9 تا فرستادن. اون نمیتونه هر 9 تا رو ای دل بیره چیز باطل کنه. از 2 تا 3 تا خونسا کنه. بله. از الان هم 20 دقیقه پیش داشتیم شما برنامه شما رو گوش می‌کردیم، دیدید از وقت داشتیم نظر کردیم رفتیم تو اتاق ایمنی. تو اتاق ایمنی بله. ایمنی بعد دوباره برگشتیم پناهگاه مثلا. پناهگاه بله، اونجا اتاق که از بتون ساختنش. اونجا اینترنت نداری تو اتاق ایمنیتون؟ نه اون اتاق بسته است. نه اینترنت اون توی سالونه. اتفاقا خوبه که اصلا آدم تو اتاق ایمنی اینترنت یا رادیو تلویزیون این چیزا داشته باشه، مثلا که یه ارتباطی با خارج داشته باشه. مثلا ما تمام این استودیومون پناهگاه است، همش از بتون. حتی در بی بی سی اومده بودن اینجا یک مقاله در تلویزیون بی بی سی انگلیسی کرده بودن، اولش میگه در پناهگاه قدیمی اینا رادیوشون. ما از همین حالا فکر این جاشون کرده بودیم از خانم شهر. خلاصه خوبه که در یه اتاق ایمنی اینترنت، تلفن و یه رسانه گروهی و تلویزیون، رادیو یه چیزی داشته باشید که بتونید هم آگاه باشید چی میگذره از بیرون و یه ارتباطی با بیرون داشته باشید و هم امن و امان باشید. میدونین وقتی که آژیر میزنن تا بعد از تقریبا 30 ثانیه 1 دقیقه 30 ثانیه اصلا نمیتونی با هیچ کس تلفنی هم حرف بزنی. تلفن قطع میشه. همه خطای تلفن هم میفته، نمیتونی تلفن بکنی بگی الکل بسده همین چی خوبه.
شاید مردم زنگ میزنن به هم دیگه، امکان داره دلش اینه. دیگه تلفن میزنن. بله من یادم رانی جان شما مثل که گیلو زندگی میکردین توی اورشلیم مثل من، یادتونه اونجا از بیت جلب برامون تیراندازی میکردن والا متاسفانه فلسطینیا سال هاست که اذیت ما میکنن و سال هاست که موشک